بچه ها شمالای بهار است و پرچم ما را میبینین که میدرخشه. پرچم تاجیکای افغانستان، پرچم آزادگی، پرچم غرور، پرچم شهامت، پرچم ظلم که مبارزه میکنه علیه ظلم و استبداد تاریخی و فاشیزم. هر تاجیک افغانستان این می رقم باید پرچم در خانه های خود نصب بکنن و از هویت و تاریخ و تمدن خود دفاع بکنن. اونمو رقمی که برادرای افغان یا پشتون ما پرچم دارن، تاجیکا شما هم پرچم دارین. پس پرچم ما افتخار ما، غرور ما، همت ما، تاریخ ما. تو را ما را جبر ساختیم افغان. تو چی کار هستی که تاجیک بگویی که من تو را قدرت دادم؟ تو چند تکه؟ تو خود گای پاکستانی را سرت بالا میکنی، سر خودت هم، سر ناموست هم. گای عرب بالا میکنی، گای پوتین بالا میکنی، گای بایدن بالا میکنی. کسایتان قد چاپ شده که کل دنیا را سرتان بالا میکنی. دو زدن اجازه نداری که به پشتون دو بزنی. مایک تو روشن نکن، مایک تو روشن دو نیست. یک لحظه. تو کل دنیا را سرتان بالا میکنی. کدامت آمدین مستقلانه حکومت کردین؟ تو را ما آوردیم رئیس جمهور ساختیم. یک نفر گارسون از امریکا کش کردیم به نام کرزی. فهیم قانونی و عبدالله خیانت کرد، اگر اوج ستار سیرت برده بود. کل حکومت در 20 سال هم شما گندگی کردین. لندغر از شما بود، قاچاقبر از تو بود، مواد مخدر فروش از شما بود، زن فروشی از شما بود. در لوگر در سر 150 جوان لوگری تجاوز جنسی شما کرده بودین. دخترها را شما میفروختین، بد شما میدادین، قاچاق مواد مخدر در هلمند شما میکردین، قتل تو میکردی. بچه اندرابی که در اردوی ملی بود نیم شب البندی و قنداری میخست که در مرمی میزد در فرقش. خیانت هم تو میکنی، وطن هم تو میفروشی، بیناموسی هم تو میکنی، در ریاست جمهوری کس و کس بازی هم تو میکنی که دنیا نامبدیش در کل دنیا رسید به نام دفتر فضلی که دفتر مردگاوی بود. زن یهود هم تو میاری به عنوان بانوی اول سر ما تطبیق میکنی. فرار هم تو میکنی. 400,000 اردوی ملی هم تو از بین میبری. حکومت هم از بین میبری. دانشگاه هم برای زنات تو بسته میکنی. مکتب هم تو بسته میکنی. کونت هم پاره میکنی. بشکه زرد هم بسته میکنی. سیم کارت در سینه زنت هم میمانی. باز دلایف میای لک لک ولی تاجیک خیانت کرده. تاجیک یک بیناموسی کرده که در برد تو افغان را لغو شهروندی و اخراج یک یوتیوبر افغان تبار حامی گروه تروریستی طالبان در بلژیم. جمیل قادری که به نفع گروه تروریستی طالبان در دنیای مجازی فعالیت میکرد مورد بازداشت پلیس بروکسل قرار گرفته است. هزاران نفر از تاجیک تباران افغانستان در درخواست آنلاین خواستار اخراج این یوتیوبر حامی گروه تروریستی طالبان از بلژیم شدهاند. افغان به خاطر ترسی دیپورت شده نام احمد شاه مسعود در میان میاره که مرا کابل روان نکنین که احمد شاه مسعود ما خائن ملی گفتیم، مرا نفرای مسعود میکشه. امی که اقرار میکنی که مرا نفر مسعود میکشه، امیش به ما تاجیکا قابل افتخار است. بچه قدرت ما را نشان میده، عزت ما را نشان میده. امی که اقرار میکنی که توتر کولابی ها سرم کردن، این همیشه من کار دارم کلپشه. بچه کولابی نمیقه قدرتمند است که چوب دمی کونت میزنه در اروپا، خوتن آرام میکنه، آزار میکنید، به گریان میارید، در لایف میشانید، سر گریان میکنه، میگی در پا کمک کنین. این زور کولابیست، زور ما کولابیست. بچه نشته کنین زنده باد کولاب. کولابی نمیقه قدرتمند است که تو بچه بیریش به گریان میاره، در لایف میشانید، سر گریانتا میکشه، کونتا دست میکنه در لایف. این زور قدرت یک کولابیست. بچه سر خوار مادرتان میگی کولابی را ما سوار میکنیم. عالی بیناموس هم میگن برو افغانستان. میفهمین چی میگه بچه ها؟ حیبت ما تاجیکا را ببینین، حیبت، قدرت، ترس، لرز. میگن ای نمیرم. احمد مسعود میگه 400 نفر اوجا وظیفه داده که بزنین. ای نه، خوب است که اقرار میکنی که احمد مسعود مقدار قدرتمند است که در افغانستان ازش ترس داری، از سایش ترس داری و میگی که من نمیرم. ما میره کار دارم. جمیل جان این کلپت به ما ثبوت است که ما قدرتمند هستیم. تو خود لوده هستی، سواد نداری، گپا از دانت میبرایه تا که به نفع خود کار کنی، به نفع ما کولابی ها کار میکنی. بچه دیگه هم مصاحبه داده برو که ما از هر کلپ تو
ما به نفع خود استفاده میکنیم. امی که تو میگی که من نمیرم افغانستان به خاطری که دوج احمد مسعود نفر داره، اینمی کلپک ما کار دارم دیگه، خودت بابا مهم نیستی آقازاده. اینمی نشان میده که جبهه مقاومت و احمد مسعود در او کشور نفر داره، نفوذ داره، قدرت داره و تو افغانی که در اینجا صدا بلند کردی از رفتن به افغانستان ترس داری. با وجود از اینکه اقرار میکنی که طالب حاکم است، اما از کولابی ترس داری. زنده باد کولاب بچه آذر ده که گوی غیر آذر بره. کلش بگیل کده، حالا کلش در لایفا میای مزرعت میخواه، حالا کلش میگه که ما والا مادر ما تاجیک است، والا خوار ما را تاجیک گرفته، والا یازنه ما تا، کلش میای، تشویش نکنین، نوبت است. کلش هر شو میای بچه ها. اینه بعد از این متوجه باشین. اگه از این با دلایفا به ما و شما حضور نکردن باز بگوین. کلش حضور میکنه.